دهم مادر در تاجیکستان سال 2017 از فرزندان خود دست کشیده و آنها را به اختیار دولت دادند تا در حقشان غمخواری کند. یک منبع در وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی به رادیو آزادی گفت که سال گذشته در خانه‌های کودکان تابع وزارت 51 کودکی را قبول کردند که والدینشان از آنها دست کشیدند. به قول مصاحبه رادیو آزادی از نصف بیشتر این کودکان نوزادان هستند که مادرشان بعد لحظه‌های اولین تولد گفتند که او را نمی‌خواهند و بهتر از فرزندش را به دست کسی دیگر بدهند که او را بزرگ کند و به وی رساند. در عموم در سال گذشته مادران جوان بعد تولد در شفاخانه‌های گوناگون تاجیکستان از پرستاری 33 نوزاد دست کشیدند و آنها را به اختیار دولت دادند. یکی از سبب‌های دست کشیدن از تربیت کودک در عائله مشکلات اقتصادی و مادی عائله‌ها بوده است، هرچند موردهای تولد بیرون از نیکو نیز کم نبوده است. در تاجیکستان تولد بیرون از نیکو برای دختران اسناد آوردن به شأن خانواده به حساب می رود و از این رو دختران جوان در اکثر حالت سعی می کنند حامله‌داریشان پنهان بماند و در صورت تولد از کودک دست می کشند. در حالت‌های دیگر هر دو والدین هم پدر هم مادر از نوزادان دست کشیدند که با نقص‌های جسمانی به دنیا آمدند. حالت‌های هم بوده است که زن جوان بنابر تنگدستی کودکان نوزادش را بعد تولد و با معامله پنهانی و گرفتن مقداری پول به عائله محتاج فرزند داده است. دادستانی کل تاجیکستان میگوید این گونه موردها سال 2017 بیشتر شدند که مایه نگرانی است. در آن سال دادستانی به ضد 30 نفر با اتهام خرید و فروش نابالغان 10 پرونده جنایی باز کرده برای محاکمه به دادگاه فرستاده. سال 2016 چنین پرونده ها کمتر و 6 عدد بوده است. به گفته مقامات رسمی در اکثر حالات خرید و فروش کودکان نوزاد از طرف شخصان بی فرزند و اساساً مادران تنها که امکانات تامین و تربیت فرزندان خود را ندارند صادر شدند. نبود حمایت اجتماعی مناسب از زنان تنها، مقررات پیچیده فرزندخوانی در تاجیکستان، تنها مقامات و حتی طبیبان به دخترانی که بیرون از نیکو فرزند به دنیا میآورند از عامل‌های دیگر و اصلی حساب می‌رود که به خصوص دختران تاجیک را وادار می‌کنند از فرزند خود دست بکشند. حالا وزارت تندرستی میگوید که در پی اصلاح چنین وضع است. به قول یک نماینده وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان برای تربیت و نگاهبینی کودکان در محیط عائله سالم وزارت طرح نظامنامه مرکزی دستگیری عائله و کودک را تهیه کرده است. هدف نظامنامه پیشگیری از دست کشیدن والدین از تربیت کودک و مساعدت به بازگرداندن کودک به نزد والدین بوده است.